استاد اویدی نماز یک چند سوالات داشتم. در وقت نماز اگر بگم که از فراموشی تلفن را به زوگ نکرده باشی، تلفن زنگ زند. در جاهای ما میگن که اگر تلفن را خاموش کنی، یعنی در روی نماز نماز فاسد میشد. همین را اگر خاموش نکنیم به مردم خلل میرسوند. نه، در این همینجا حالت خاموش میکنید. چیکار باید کرد؟ وقتی که تلفنتون صدا داد زنگ زد و گیرید کشید. حالی ما هم تلفنامو در وقتی نمازم بی نمازم به آوازدار نمیمونیم، بی آواز است. چی در کار آدمای تشویش داده و زمان گذشت. اما دمانده کن جرینگ جرینگ کنه و پیش آمد تلفن برداشتن. اون و تلفن وقتی نبرد بعضی آدما بودیلنیک میموندن تا اینکه جرینگاس کنه و دروغ با بردارن. این زمانها گذشت. تلفناتون همه وقت 24 ساعت بیزوگمون تا آخر. چی در کار 24 ساعت یادتون یک آدم وقتی مثلا نشسته تلفنتون رو روشنایی میتید میبینید. تلفنتون حوزه همه تلفنش نزدیکترین آدم حوزه در دنیا تلفنتون، نزدیکترین شخص از زنتون هم از فرزنداتون هم براتون نزدیکترین چیزتون تلفنتون شده است. همه وقت در پیش چشمتون چی در کار با زوگ بموندن. همه وقت 24 ساعت بی زوگ موندتون. خاصتا وقتی نماز به خب معنی فراموش شد. در وقتی نماز جنگ است که و کشید و خاموش کنید. یک مراتبه میگیرید خاموش میکنید تمام. وای بحثی ما هم خیلی چیزایی میبینیم در مسجد این آدمایی که غالبا همین کار کی میکند آخر مثال قرش نبیاد. همین هم تو میبینید معلوم است که آدمی بی سواد کم بغلی یعنی هم کار میکند. آدمی معلومات دار تلفنش جرینگ است کنه میکشه چون که علم دارد اقلا و این نمیکشه تا 4 رکعت نماز و تلفن با جرینگ است کرام میگیره 4 رکعت همین تا همین نماز پیشین یکم رکعت تا 4م رکعت جرینگ است کرام میگیره و نمیکشد با ماشاءالله با تقوا به نظر خودش بی سواد است. وای کشتن و ضررش این اذیت است. اذیتی فرشته ها، اذیتی مسلمان ها، اذیتی جین هایی که در نماز هستند همه اذیت میدهد. وای این کار نادرست است برادر. اصلا یعنی به نماز همین تلفن ها منم قد کلان وزنین من با 5 وقت نماز به تلفن میرم. گاه ها اگر تلفن ضرور شه همین دستی دیگه کسی میتونم وزنینی میکرده که شده زمین تلفن. و چی در کارم تلفن کتی مسجد درا ماشین کتی باشید ماشین میمونده دراید حرکت کنتون یک چند ساعت از تلفن دور شویتون برادر بسیار ضررش هم هست.